اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړول. تذکره به دو شکل تایید میگرده، حضوری و غیر حضوری. بخش حضوری شکلی است که خود شخص باید حاضر باشه در تایید تذکره. تا 6 سال خود مهم نیست، به اقاربش میتونه برادر، پدر برادر اقاربش. 7 ساله شد باید خود شخص حاضر باشه. مراجعین اصل تذکره خود با فتوکپی تذکره مراجعه میکنه. ما 4 حوزه داریم، همین 4 ولایت ما در 4 حوزه تقسیم شده. هر ولایت در بخش مربوطه خود مراجعه میکنن، اونا پذیرش میکنن، تصریحش میبینن، شخص با تصریحش تطبیق میکنن که خود شخص باشه. اینا پذیرش می نامش نوشته بین 100 افغانی فیس تکس دولتی است، تحویل میشه. باز اینا وقتی که پذیرش گرفتن، من بخش اسکن فایل منپرای اسکن فایل ما هستن که اینا مربوط آرشیو هستن. معلومات آرشیو به طور دقیق معلومات میتن که می خود شخص است، عمر سن و سالش تطبیق میشه با تذکره. بعدا ما وزیر امضا میکنیم، تاپم میکنیم، اینا کارشون خلاص است. غیر حضوری اشخاصی است که اکثر هموطنان ما مهاجر هستند در خارج از کشور. اونا خودشان آماده نمیتونن، یک از اقاربشان او به مقام عالی ما میره. بعد از حکم مقام عالی اونا یک مقدار فیس معینه دارن، در بانک تحویل میشه. بعد از حکم میشه امرای طرف بانک موضوع رو بر ما میارن. باز همین پروسس او با شکلی است که باید اقاربش باشن. ما اوراقاش تای مراحل میکنیم، بازم بخش اسکن فایل ما آرشیوش دقیق میبینن. بعد از اطمینان آرشیو ما با تاییدش میکنیم. و یک بخش دیگه بخش خانما داریم. ما بخش خانما رو ما همکارای خانم داریم، دو بخش دفتر دیگه هستن. اونا خانما رو اونا میبینن، پذیرش میکنن، چهرهش تطبیق میکنن. ما دو بخش خانما ما خانما رو نمیبینیم، بخش خانما خودشان خانما رو میبینن، چهرهش تطبیق میکنن. بعد از اطمینان حاصل بعداً باز میرن، ما معلومات آرشیوشان دقیقشان همکارای ما تایید میکنن، باز ما اینا تایید میکنیم. همین پروسه تایید فعلا همین شکل است. اوس د وطن د جوړونې